سلام عزیزای دل به خبرهای ساعت سحر می‌یابم. سحر خوش آمدید. هندوستان مریخ ته وخته سبا چې روژه راځي او په سپوږمۍ ترپال راکش کړله ته به اختر څنګه کې؟ جنرال موبین سخنگوی پیشین وزارت داخلی حکومت طالبان در یک برنامه زنده تلویزیونی گفته است که کشور هند یک کشور پیشرفته است و اگر سباز برد و در قوه معاصر قوه ما ترپال بیندازد باز چطور اید را متوجه شویم. یعنی ببینید دنیا، مردم دنیا، آدمایی در موقعیت جنرال موبین در دیگر کشورهای دنیا در کدام فکر و مفکور هستند و این گروه در افغانستان در کدام فکر و مفکور است. دنیا به فکر هوش مصنوعی، درمان برای مریضی ها، پیوند اعضای بدن، تکنولوژی های ارتباطی مدرن و پیشرفته که هر روز پیشرفته و پیشرفته در می شود، ورزش، تفریح، شادی کردن، کمک به دیگران هست و اینا در چی فکر و حال هستند. آخه اینا از کجا آمدند؟ مگه اینا جزئی از این دنیا نیستند؟ مگر در همین دنیایی که دیگران زندگی میکنند اینا زندگی نمیکنند؟ دنیای اینا چرا با دنیای دیگران اینقدر فرق دارد؟